حضرت سفیان ثوری یک عالم بود، داخل مسجد در آمد، یک وقت فکر کرد با پای چپ در آمد، از آسمان صدا آمد که گو با پای راست درای، پای چپ ندرای. خودش یک ولی بود، عالم هم بود، این بزرگا را زود میگیره. گفت ای گو با پای چپ ندرای، مسجد است، با پای راست درای، از آسمان صدا آمد. بعد از خودش افتخار میکرد، میگه مرا ثور بگوین، گو بگوین. یعنی امروز نام مبارکش مشهور است، سفیان ثوری. این نسبت داده به مگو گفتنی از آسمان. نامش در کتابای حدیث حتی عن سفیان حدیث روایت میشه. اینا از جمله راویین حدیث هستند که از صحابه و تابعین حدیث روایت کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. سفیان ثوری رحمه الله از قبیله بنی ثور بود. نامش سفیان پسر سعید پسر مسروق ثوری از قبیله بنی ثور از منطقه مودر بود. چون از قبیله بنی ثور بود او را ثوری می گفتند. لقبش ابو عبدالله، در حدیث او را امیر المؤمنین فی الحدیث می گفتند. شخصیت بزرگ در علوم اسلامی و تقوا بود. در کوفه در سال 97 هجری تولد یافت. به مکه سپس به مدینه رفت و از آنجا به بصره رفت. از کتابهایش الجامع الکبیر و الجامع الصغیر در حدیث می باشد. همچنان کتاب الفرائض و در موردش گفته شده و کان آیتا فی الحفظ، یعنی معجزه در حفظ بود. من کلامی از سخنانش که خودش گفته ما حفظت شیئا فنسیته، من هیچ وقت چیز را حفظ نکردم که سپس او را فراموش کرده باشم. در کتاب المعارف تألیف ابن قتیبه دینوری در مورد سفیان الثوری رحمه الله آمده است. او سفیان پسر سعید ابن مسروق و کنیه‌اش ابو عبدالله و نسبتش به ثور ابن عبدمنا ابن عد ابن طابخه ابن الیاس ابن مدر می باشد و برای ثور اطحل می گویند و آن کوه است و گفته می شود که در بنی ثور 30 مردی بودند که هیچ یک از ایشان کمتر از ربیع ابن خثیم نبودند. ایشان در کوفه بودند. المعارف تألیف ابن قتیبه دینوری جلد اول صفحه 114. کتاب هایی که شخصیت سفیان ثوری رحمه الله را معرفی نمودند: دول الاسلام جلد اول صفحه 84، ابن ندیم جلد اول صفحه 225، ابن خلکان جلد اول صفحه 210 و الجواهر المضیئه جلد اول صفحه 250 و طبقات ابن سعد جلد 6 صفحه 257 و المعارف 217 و حلیة الاولیاء جلد 6 صفحه 356، سپس جلد 7 صفحه 3 و تهذیب التهذیب جلد 4 صفحه 111 الی 115 و ذیل المذیل صفحه 105 و تاریخ بغداد جلد 9 صفحه 151 و سید الخاطر صفحه 175. همچنان کتاب الاعلام تعریف خیرالدین ابن محمود ابن محمد ابن علی ابن فارس از زرکلی دمشقی متوفای سال 1396 هجری که در دارالعلم للملاین چاپ شده است، در جلد 3 صفحه 104 و 105 شخصیت وره نسبت به بنی ثور کردن. در کتاب العلل که تألیف احمد ابن حنبل است، از عمر پسر سعید از پدرش روایت شده که میگوید که من به نزد شقیق ابن سلمه رفتم و من مرد جوان بودم. پس گفت از کجا هستی؟ گفتم من از بنی ثور هستم. گفت رب خلیل لی من بنی ثور. کتاب العلل و معرفت الرجال تألیف امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله سبحانه و تعالی، تحقیق و تخریج دکتر وصی الله ابن محمد عباس بیروت دارالخانی ریاض در شماره 1559 در جلد دوم صفحه 63 و 64. بر اساس این روایت بنی ثور یک قبیله بوده است. در کتاب احیای علوم الدین، کتابی که متصوفین آن را بسیار معتبر می شمارند، نوشته است که
هارون رشید نامه برای سفیان الثوری نوشت و آن را به عباد طالقانی داد و برایش گفت ای عباد، این کتابم را بگیر و به کوفه برو. وقتی در کوفه داخل شدی در مورد قبیله بنی ثور پرسان کو. سپس در آن قبیله از سفیان ثوری پرسان کن. وقتی او را دیدی برایش نامه ام را بده. احیاء علوم الدین تألیف ابو حامد غزالی جلد 2 صفحه 188. از این روایت معلوم می‌گردد که قبیله بنی ثور در کوفه بود و سفیان رحمه الله را به خاطر نسبتش به این قبیله ثوری میگفتند. بسیاری از شعرا، علما، راویان از بنی ثور بودند که در کتاب‌های معتبر اسمایشان موجود است. از جمله این علما اول هلال ابن رزین ربابی من بنی ثور ابن عبد مناه ابن عد شاعر جاهلی بود. دوم نصیر ابن ذعلوق ابو طعمه ثوری. سوم خلید الثوری. چهارم سعید ابن یحمد الثوری همدانی کوفی. پنجم سفیان ابن ابی عمر محمد ابن الحسن ابن عبدالله ابن حسن کویه ثوری همدانی ابو عبدالله. ششم بسر ابن عصمه المزنی من بنی ثور ابن حزمه کان احد سادات مزینه. هفتم شداد ثوری شداد مولای بنی ثور. در کتاب طبقات کبرا تألیف ابن سعد آمده است اخبرنا قبیس عن سفیان عن العلا ابن المسیب عن ابی علی قال كان في بني ثور 30 رجلا. میگه که در بنی ثور 30 شخص بودن که ما فیهم رجل دون ربیع ابن خیثم، که شخص کمتر از ربیع ابن خیثم یعنی در دانشش یافت نمیشد. قبیسه از سفیان از علا ابن مسیب از ابی علی روایت میکند که در بنی ثور 30 مرد بودند که هیچ کدام از ربیع ابن خیثم پایان نبودند. الطبقات الكبرى تألیف محمد ابن سعد ابن منی ابو عبدالله بصری الزهری، تحقیق احسان عباس، بیروت، دار صادر، طبع اول 1968 میلادی جلد 6 صفحه 2. خلاصه ای که از سخنان تمام علما معلوم می شود که سفیان ثوری رحمه الله را ثوری به خاطر ازی می گفتند که از قبیله بنی ثور بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.